سلام، خوش اومدی به شادی پلاس. قبل از اینکه ادامه بدی باید یه چیزی رو روشن کنم. این ویدیو برای همه ساخته نشده. اگه دنبال یه انرژی لحظه‌ای هستی، میخوای چند دقیقه حالت خوب بشه و بعد دوباره بری سراغ همون روال قبلی خودت، این ویدیو کمکی بهت نمیکنه. ولی اگه خسته ای از اینکه هر روز میگی وقت ندارم، خسته ای از اینکه کلی هدف داری اما پیش نمیری و میخوای واقعا تغییر توی زندگیت بسازی، این ویدیو برای توه. اینجا قراره درباره مدیریت واقعی زمان حرف بزنیم و بعد تو رو وارد یه چالش 30 روزه کنیم که میتونه زندگیت رو متحول کنه. ما همه 24 ساعت زمان داریم. اما چرا بعضی ها توی همین 24 ساعت پیشرفت های بزرگ میکنن و بعضی ها آخر روز میگن هیچ کاری نکردم؟ دلیلش ساده است. کسایی که موفق میشن زمانشون رو مدیریت میکنن. کسایی که شکست میخورن زمانشون رو به اتفاقات و حواس پرتی ها میدن. ذهن ما طوری طراحی شده که دنبال آسونی و لذت فوریه. وقتی برنامه‌ای نداری، ناخودآگاه میری سراغ گوشی، شبکه‌های اجتماعی و کارهای کم اهمیت و بعد شب میرسه و حسرت میخوری. مدیریت زمان یعنی تو انتخاب میکنی چه چیزی مهمه و اجازه نمیدی دنیا برات انتخاب کنه. تحقیقات نشون دادن کسایی که قبل از خواب برنامه فرداشون رو مینویسن تا 35% کارهای بیشتری انجام میدن و 2 برابر کمتر احساس استرس دارن. این یعنی فقط با یک عادت کوچیک میتونی کلی جلو بیفتی. پس مدیریت زمان یه ترفند لوکس نیست، یه مهارت اساسی برای داشتن یک زندگی پربار. خیلی ها وقتی میخوان برنامه ریزی کنن میفتن توی چندا. 1. لیست های بلند و بی انتها. 10 کار رو مینویسن و نصف نیمه ولش میکنن. 2. هدف های مبهم و کلی. مینویسن درس بخونم، ورزش کنم، پروژه رو جلو ببرم. 3. برنامه ریزی بدون اولویت. همه چیز براشون مهمه و در نهایت هیچ کدوم مهم نیست. نتیجه حس شکست و رها کردن برنامه بعد از چند روز. من نمیخوام اینجوری برنامه ریزی کنیم، میخوام یه روش ساده، کاربردی و قابل اجرا بهت بگم. فقط 3 قدم ساده وجود داره. اگه همین رو 30 روز انجام بدی، متوجه میشی زندگی چقدر تغییر میکنه. قدم اول، برنامه ریزی از شب قبل از اینکه بخوابی یه دفتر یا یه برگه بردار. فکر کن فردا چه کارایی واقعا مهمه، اما نه یه عالمه. فقط 3 کار اصلی رو انتخاب کن. این 3 کار باید مهمترین ها باشن. کارایی که اگه فردا فقط همین ها رو انجام بدی، حس می‌کنی روزت مفید بوده. قدم دوم، کوچیک و مشخص بنویس. این خیلی مهمه. نگو درس بخونم، بگو 5 صفحه از فصل 1 ادبیات. نگو ورزش کنم، بگو 15 دقیقه پیاده روی سریع. نگو پروژه رو جلو ببرم، بگو ایمیل زدن به فلانی و تکمیل بخش مقدمه. وقتی هدفت ریز و مشخص باشه، ذهنت راحت تر شروع میکنه. اگه بزرگ و مبهم باشه، میترسی و عقب میکشی. قدم سوم، قانون طلایی. تا وقتی این 3 کار تموم نشده کار دیگه ای نکن. صبح که بیدار شدی، مستقیم برو سراغ همین 3 تا، نه اینستاگرام، نه کارهای جانبی. حتی اگه یکی از اون کارا 15 دقیقه باشه، اول اون رو انجام بده. وقتی هر روز این کار رو بکنی، بعد از مدتی حس قدرت و کنترل پیدا میکنی، چون میبینی واقعا میتونی چیزایی که مهمه رو انجام بدی. شاید فکر کنی مگه میشه با فقط 3 کار پیشرفت کرد؟ جواب بله. قدرت تمرکز رو دست کم نگیر. بیشتر ما شکست میخوریم چون میخوایم توی یه روز 10 کار رو انجام بدیم و هیچ کدوم کامل نمیشه.
اما وقتی فقط 3 کار مهم داری، تموم کردنش رو حس موفقیت میده و همین حس سوخت فردای تو میشه. از نظر روانشناسی بردهای کوچیک باعث میشن مغز دوپامین آزاد کنه و انگیزت چند برابر بشه. حالا حساب کن بعد از 30 روز یعنی 90 کار مهم رو واقعا انجام دادی. این یعنی ساختن زندگی جدید با عادتهای کوچیک. برنامه‌ت رو ساده نگه دار. اگه یه روز شکست خوردی ناامید نشو، فردا دوباره از نو شروع کن. میتونی از تایمر یا تکنیک پومودورو استفاده کنی. 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت. شبها قبل از نوشتن 3 کار چند دقیقه درباره اولویت‌های زندگیت فکر کن. این کار کم کم باعث میشه یاد بگیری چی واقعا مهمه و چی نه. امشب قبل از خواب یه دفتر بردار و 3 تا از مهمترین کارهای فردات رو بنویس، دقیق و قابل انجام. فردا صبح قبل از هر کاری همین 3 تا رو انجام بده و این رو برای 30 روز ادامه بده. بعد از این 30 روز ببین چقدر جلو رفتی و چقدر اعتماد به نفس پیدا کردی. اگه میخوای این تغییر رو شروع کنی همین الان توی کامنت ها بنویس من شروع کردم به اضافه یه تاریخ شروع. اینطوری میتونیم با همدیگه پیش بریم و انگیزمون رو حفظ کنیم. فراموش نکن چنل شادی پلاس رو سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو فعال کنی، چون قراره توی این مسیر کمکت کنم و ابزارها و ایده های جدید بهت بدم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. با شادی پلاس با انرژی بمون.